علیکم اکا سلام علیکم جنجالو سلام علیکم چخیل اکا اکا چخیل سلامتی اکا تون در خونه مادرتون حجته به اون تشکر رفیق سردار شما نه سلامتی خب یگون گناه ندارم رفیق سردار من میارو 80 رفیق سردار همین و چی خطوگی کردیم که مرمم کردی خودت شد هم آروم یگون پرابلم نیست پاساژیران چی اویست اومده استادم اکا اویست اومده اکا پاساژیران محترم شما میتونید که اوستا در جای خودتون شید من برونم گپ دارم تمام یا برادرای ما وقتی که برادر کی میفروє برادرو میفروین اکا یگون پرابلم نیست اکا اکا احترام من خوش میگم حجته رو پیشش نکن اکا مور اینا یگون پرابلم نیست حجته ما 100% ما راست میریم راست میریم خب میبخشی من صورت با سیرتتون تغییر نمیده نه برادری خیلی نمیشه صورت دیگه سیرت خیلی تمام اکا سلامت باش اکا جون گپ نزن الا بای ما چی باکا چی بقى سیر گپ تو چی بقى بسیار گپ بزنی ها خیلی ماب کدی آخه خواهش میکنم اکا جون اکا یک بسیار گپ نزن ما گپ ما گپ زدم آخه شما شینتون آخه با شمال خوری برو اومدیم رفیق سردار در لب دریا ورزا بخورن شما گپ بزنید دیروز یک تا دیگه شما کردم روی تامر طلب بود من میگم حجتو کردیم میگه که اگر ما حجت می‌داشتیم به همین راه میگشتیم خیر راست همین گپ خیر راست اکا خیر راست کو با یک تا دیگه دیرم مسخره با مسخره میکنن میگم تو همین چراغک سرخ ندیدی میگه چراغک سرخ دیدم لیکن کماندر یکی شما رو من ندیدم خیلی همین خیلی مشکل نه که ما مردم یگان گناه نداریم راستی که رفیق سردار ما همیشه پدرمون ما را نصیحت کرده که در روی راست بیا که ما یگان پرابلم نداریم اکا جون ها که التماس خواهش میکنم برادر عزیز ما کور داره خونه برادر بریم با تیز میایم اکا تو نوشیدگی وجدان انسانی من نمی‌نوشم اکا رفیق سردار حیاتشتا شیشه را خبیدگی نیست رفیق سردار ما نوشاکی و سپریت را عموما با پیش دهن من نمیبرم وجدان انسانی ما نمی‌نوشم اکا ما طبیعتا رو خیلی کردم از دهنت بوی عرق اومده است وجدان انسانی نمی‌نوشم اکا خدا ما بزرگ سوداگرم خطی همین مشتری صحبت بگه چک چک بکنم اکا ما فقط هم خیلی گپ بزنیم وقتی که خطی مشتری رو گپ بزنیم دهنمون گرم میشه عرق میکنه